حقیقتی وجود داره که میگه خیلیا با این تیم عاشق فوتبال شدن. بعد از رفتن ستاره‌هاش خیلیا مجبور شدن رئالی بشن. ریوالدو، رونالدینیو، مارادونا، تیری آنری، رونالدو نازاریو، این اواخر هم مسی، ژاوی، اینیستا، سوارز و نیمار. اسم هیچ ستاره‌ای رو نمیشه آورد که یه زمانی توی بارسلونا توپ نزده باشه. بارسلونای امروز شاید مثل قبل نباشه، اما اون تنها تیم دنیاست که تا سال 2006 هیچ تبلیغی روی پیرهنش ثبت نکرد. آخه این تیم برعکس بقیه یک تیم تجاری نبود. پیراهن بارسلونا نماد کاتالونیا بود، تیمی که یه ملت پشتش بود. اولین بار هم اسم یونیسف، سازمان حمایت از کودکان، روی پیرهنشون درج شد. تازه همونم هر ساله نه تنها پول نگرفت، بلکه 1.5 میلیون دلار کمک میکرد. وقتی از اصالت و عشق و جوانمردی و وفا حرف میزنیم، واقعا بارسلونا یه سر و گردن بالاتره. طرفداران بارسا لایک کنن و طرفدارای تیمای دیگه کامنت بذارن.